بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که بازم الله سبحانه و تعالی برای ما و شما فرصت عمر داد و توفیق نصیب کرد که در درسی از درسای توحید بشینیم و یقین خود پخته بسازیم. دوستان عزیز، هر قدر انسان نامهای الله سبحانه و تعالی را بیشتر میخوانه و درباره هر نام الله سبحانه و تعالی معلومات حاصل میکنه و هر قدر مفهوم از او را میفهمه، به می اندازه بر یک انسان مسلمان یقین حاصل میشه، یقینش پخته میشه. اینمی یقین پخته انسان مسلمان سبب از این میشه که در بسیاری از سختی ها و فتنه ها و مشکلات مثل دگاوره لغزش نکنه. به این خاطر ما و شما کوشش میکنیم که در درسای عقیده نامهای الله سبحانه و تعالی را دقیق بخوانیم و خوشحال به این نباشیم که زود درس خلاص کنیم یا زود درس ما تکمیل شود، بلکه خوشحال به این باشیم که وقت درس میخوانیم چه اندازه ما یقین ما پخته شده است. چرا یقین بسیار تأثیر داره. یقینه که شبهات کاملا از بین میبره. وقتی انسان خالق خدا به طور کامل شناخت، باز این شبهاتی که دشمنای اسلام ایجاد میکنه این کلزی از بین میره. یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی نام الفتاح الله هست. در درس 27 ما و شما هستیم. در درس 27 یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی نام الفتاح الله هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الفتاح ذاتی هست که با حکم تکوینی خود و حکم تشریعی خود در دنیا حکم میکنه. علامه در صاحب الوجیز فی اسماء الله الحسنى نشته میکنه، میگه الفتاح هو الذي يحكم بين عباده بشرعه و قدره. یعنی او ذاتی هست که حکم میکنه در بین بنده های خود با شریعتش و با تقدیرش، و همچنان فتاح ذاتی هست که در بین بنده ها چی میکنه؟ فیصله و قضاوت میکنه. مثل که شعیب علیه السلام دعا کرد و گفت که ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. یا الله، در بین ما و در بین قوم ما که اینا کافرها هستن تو فیصله بکو به حق و تو بهترین فاتحین هستی. و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که یعنی اقضی بیننا و بین قومنا. یا الله، تو قضاوت بکو در بین ما و در بین قوم ما. و علامه سدی میگه که اما قوله افتح بیننا فیقول حکم بیننا، حکم بکو در بین ما به حق. همچنان نام الفتاح الله سبحانه و تعالی به این معنا دلالت میکنه که گشایش کننده و واضح کننده بر بندگانش است. علامه سعدی مفسر قرآن است میگه که و فتحه تعالی لعباده نوعان. میگه فتح الله سبحانه و تعالی بر بندهش دو قسم است. فتح العلم بالتبیین الحق من الباطل. یکی فتح
یا گشایش علمی هست که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه حق از باطل و الهدى من الضلال و همچنان هدایت از گمراهی و من هو من المستقیمین على الصراط ممن هو منحرف عنه و بیان میکنه که کدام مردم برای حق اینا مستقیم هستند و کدام مردم منحرف هستند. و نوع الثاني فتحه بالجزاء و ایقاع العقوبة على الظالمین و النجاة والاکرام للصالحین. دیگه ای فتاح این معنای دیگه شی است، یعنی میگه دو معنا داره. معنای اولش به این معنا میرسه که فتح علم به بیان حقیقت ها و دومش فتحه بالجزاء و ایقاع العقوبه که جزا و عقوبت دادن است برای ظالما و نجات است برای نجات و اکرام است برای صالحین. و علامه زجاج میگه که والله تعالی ذکره فتح بین الحق والباطل فاوضح الحق و بینه. حق میگه واضح کرده و بیانش کرده و باطل رد کرده و از بین بردیشه. و الله متعال الفتاح است و هو الفتاح العلیم که در قرآن عظیم شان است. در روز قیامت الفتاح در میان مخلوقاتش با عدالت و احسان قضاوت میکنه. یعنی الله سبحانه و تعالی الفتاح ذاتی است که در روز قیامت در بین بنده هایش با عدالت و با احسان فیصله و قضاوت میکنه. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق. بگو که الله سبحانه و تعالی ما و شما را در روز قیامت جمع میکنه، ما و شما را جمع میکنه، ثم یفتح بیننا، بعد از او فیصله میکنه در بین ما بالحق، به حق. و هو الفتاح العلیم، بشک الله سبحانه و تعالی بسیار فتاح، یعنی قضاوت کننده و فیصله کننده بسیار عالم و باخبر و دانا هست. همچنان الله الفتاح است، یعنی ذاتی که دروازه های رزق و رحمتش باز میکنه. علامه ابن اثیر رحمه الله میگه هو الذی یفتح ابواب الرزق والرحمة لعباده. یعنی تفسیر میکنه الفتاح، میگه او ذاتی هست که دروازه های رزق و رحمت بر بنده هایش باز میکنه. همچنان الفتاح ذاتی هست که هر سختی را و هر دروازه بسته را و هر سختی را ایره بر انسان با هدایتش، با راهنماییش باز میکنه. امام غزالی میگه الفتاح هو الذی ینفتح بعنایته کل مغلق. میگه فتاح ذاتی است که با عنایت از او هر دروازه بسته باز میشه و به هدایته ینکشف کل مشکل، و به هدایتش هر مشکل باز میشه. این فتاح است که مشکلات چی میکنه؟ این مشکلات از انسان دور میکنه. و من بیده مفاتیح الغیب و مفاتیح الرزق. فتاح ذاتی است که مفتاح یعنی کلیدهای غیب و کلیدهای رزق به دست از او هست. سبحان الله. و همچنان الفتاح ذاتی هست که با لطفش بصیرت، معرفت و رحمت میدهد. و هو الذی فتح بلطفه بصائر الصادقین. الفتاح ذاتی است که با لطفش بصیرت، امو آگاهی صادقین او باز کرده. و فتح قلوبهم لمعرفته و محبته. امی که بنده های واقعی الله را دوست می داشته باشند، الله را خوب میشناسند، این دروازه را کی برایشان باز کرده؟ الفتاح. و فتح لعباده ابواب الرحمة والارزاق المتنوعه. و باز کرده بر بنده های دروازه های رحمت و رزق های متنوع و مختلف. و هو الذی ینصر اهل الحق. فتاح است ذاتی هست که اهل حق نصرت میکنه علی اهل الباطل بر باطل، و المظلوم علی الظالم،
و ظالم بالای مظلوم بالای ظالم پیروز می سازم. امام مسلم رضی الله عنه رحمه الله روایت میکنه عن ابی اسید رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه یکی از شما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اذا دخل احدكم المسجد، وقتی که یکی از شما داخل مسجد میشه، فلیقل اللهم افتح لی ابواب رحمتک، این دعا را بخونه که اللهم یا الله بر ما باز کو دروازه های رحمتت، و هر صبح و شام از اون نصرت و فتح و پیروزی خواسته شود. امام مناوی روایت میکند که ابی مالک اشعری رضی الله عنه فرمود اذا اصبح احدكم فلیقل اصبحنا و اصبح الملك لله رب العالمین، ما صبح کردیم، داخل صبح شدیم و تمام مالکیت مربوط الله رب العالمین هست. اللهم اینی اسألك خیر هذا اليوم، یا الله ما سوال میکنم خیر امروزه، فتحه و نصره و نوره و برکته و هداه، فتح زیرن، کامیابیشن و نصرتش و نورش و برکت و هدایتش، کلش صبحی اذکار صبح از الله متعال بخوایی. و اعوذ بک من شر ما فیه و شر ما قبله، یا الله از شر ایروز و شر قبل ازی به تو پناه میبرم، و شر ما بعد و از شر ما بعد ازی. ثم اذا امسى فلیقل مثل ذلك، وقتی که دیگر کرد همچنان امی دعا را بخوانم. دیگه از اسماء نامهای الله سبحانه و تعالی الجمیل هست. الجمیل سبحانه و تعالی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله جمیل، الله سبحانه و تعالی جمیل هست، یعنی دارای صفت جمال و زیبایی هست. در ذات، صفات، افعال و نامهایش جمیل هست. علامه سعدی مفسر قرآن چی میگه؟ میگه الجمیل من له النعوت الحسن والاحسان، میگه جمیل او ذات هست که دارای صفات حسن، حسن و احسان، حسن و احسان خوبی و زیبایی و احسان است. فانه جمیل فی ذاته و اسمائه و صفاته و افعاله، یعنی الله در تمامش، در ذاتش زیبا هست، در نامهایش جمیل است، در صفاتش جمیل است، در افعالش زیبا و جمیل هست. و الله سبحانه و تعالی جمیل و جمال و زیبایی را دوست داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله جمیل یحب الجمال، الله بسیار زیبا هست، زیبایی را خوش داره. اینال الله متعال ای را دوست داره. و ابو حذیفه رضی الله عنه چی میگه؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم استادن و مردم را دعوت کردن و سپس مردم گفتن به نزد ما بین، و برشان گفتن که چی است؟ بر از مردم گفت که هذا جبریل، ای جبریل علیه السلام است، نفث فی روعی انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، هیچ کس نمیبرد تا که رزق خود تکمیل نکرده باشه. و این ابطا علیها، اگرچه رزق بطی بسازه، کم بسازه، فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب، اینجا میگه شما در طلب رزقتان هم زیبایی بکنین. یعنی چی معنی؟ یعنی رزقتان کوشش بکنین که از طریق حلال به دست بیارین، چرا که الله سبحانه و تعالی چی است؟ ذات با عظمت هست که خودش زیبا هست، زیبایی را دوست داره. و در طلب رزق هم انسان باید با چی؟ اجملوا فی الطلب، یعنی در اونجا هم انسان باید به طریقه خوب و با زیبایی رزق خدا بگیره، نه با طریقه حرام و ناروا و کراهیت. از نامهای الله سبحانه و تعالی یکی هم الحی هست. الحی سبحانه و تعالی، چی معنی الحی سبحانه و تعالی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله عز و جل حی ستیر،
میگه الله سبحانه و تعالی بسیار ذات حیاناک هست. یحب الحیاء و الستر، حیا و ستر دوست داره. پس الله سبحانه و تعالی ذات بسیار با حیا هست و انسانهای با حیا و انسانهای با ستر دوست داره. یعنی دارای حیای لطف و کرم است، حیای نیکی هست. یکی از علما میگه که فهو حیا و کرم و بر و جود و جلال. یعنی میگه این حیای الله سبحانه و تعالی حیای چی هست؟ حیای کرم است، حیای نیکی هست، حیای جود بخشش است، حیای حیای جلال و عظمت داره. و الله سبحانه و تعالی خوش داره چی را؟ امی حیا را. ان الله عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء و الستر. و الله سبحانه و تعالی حیی هست، یعنی ذاتی است که حیایش میگیره که کسی که در اسلام موش سفید شده باشه عذابش کنه. سبحان الله. یعنی اگر کسی با اسلام با عقیده توحید درست ریشش سفید شده باشه، الله سبحانه و تعالی را حیا میگیره که این عذاب بکنه. و همچنان امام ابو داود رحمه الله روایت میکنه عن سلمانه، میگه سلمان فارسی رضی الله عنه گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان ربکم تبارک و تعالی، یقینا که رب شما تبارک و تعالی حیی کریم، ذات حیاناک است و کریم است. یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. سبحان الله. یعنی میگه وقتی که بنده دستای خدا با عاجزی و ناتوانی و شرمندگی و توبه و عفو و مغفرت به بارگاه الله دست خدا بالا میکنه، الله را حیا میگیره که دست از صفر بگیره، خالی دستش رد بکنه، بلکه وقتی دعا میکنه الله متعال برش اگر مغفرت میخواه برش مغفرت میده، اگر دعا میکنه هر چی میخواه الله برش میده. و الله ذاتی هست که باید بنده هایش چی است؟ که از او حیا بکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ولکن الاستحیاء من الله، انسان مؤمن وقتی که میخواه که از الله حیا بکنه حق الحیا، و چی هست؟ ان تحفظ الرأس و ما وعا، سر خدا از هر چیزی که ضد حکم الله هست از این پاک کنه، از هر چیزی که از اندیشه های باطل و غلطی که هست از این سر خدا چی کنه؟ پاک بکنه. و تحفظ البطن و ما حوا، و همچنان شکم خدا و آنچه که شامل بطن میشه ایره تمامشه از او شهوات و از او شبهات و از او افکار. سر خدا از شبهات پاک بکنه، از کفریات و از شرکیات و از ارتداد و از افکار و اندیشه های فلاسفه عقلگرا و نو یا دور پاک بکنه، و بطن خدا از شهوات از این پاک بسازه. این چی هست؟ این حفظ بکنه. وقتی که حفظ میکنه اینمی انسان با حیا هست. و تتذکر الموت والبلا، و همیشه انسان وقتی که از الله حیا میکنه همیشه مرگ خدا به یاد داشته باشه و از امتحاناتی که هست از او. و من اراد الاخرت، و هر کسی که آخرت میخواهند ترک زینت الدنیا، زینت دنیا را ایره ترک میکنن. فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا، میگه کسی کار کرد واقعا که ای از الله حیا کرده حیای حقیقی. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی الطیب هست. الطیب، رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی میکنه برای ما و شما و تمام مردم که یکی از نامهای الله صفت الطیب الله هست. امام مسلم روایت میکنه عن ابی هریره قال
امام مسلم میگه که ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایها الناس، ای مردم، ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله ذات پاک است، از تمام عیبها پاک است. ذاتش، صفاتش، نامهایش، احکامش، عبادتش، کلش از چی پاک است؟ از عیبها پاک است. و وقت انسان چیز رو برای الله تقدیم میکنه، الله عبادتی که پاک باشه. یعنی وقت انسان عبادت میکنه باید پولی که در عبادت مصرف میشه، در لباس، در خوراک، در بدن، باید پاک باشه. و این الله متعال بغیر از پاک قبول نمیکنه. الله طیب است. عطیه بن سالم میگه که طیب فی کل شیء، یعنی پاک است در کل چیز. طیب فی ذاته، در ذاتش پاک است. طیب فی اسمائه، پاک است در نامهایش. طیب فی صفاته، در صفاتش پاک است. طیب فی افعاله، در افعالش پاک است. فهو طیب فی ذاته ای منزه، یعنی الله پاک است در ذاتش، ای منزه عن ای نقص او شائبت عیب، یعنی از هر نقصان و هر شائبه یا شک عیب الله متعال پاک است. و هو متصف بكل مجامع الحمد، الله طیب است، متصف است به تمام حمد و ثنا و صفت. الله طیب است به خاطر ازی که الله متعال از نسبتهای غلط مشرکان و بیدینان پاک و منزه است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان پاک است. ربک، رب تو، رب العزه، رب با عزت، عما یصفون، از او توصیف هایی که مردم های بیدین میکنن. و الله سبحانه و تعالی پاک است، طیب است، طیبات را دوست دارد و او را اختیار میکنه. ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که انه تعالی طیب، الله پاک است، لا يحب الا الطیب، دوست نداره مگر طیب پاک، ولا يقبل و قبول نمیکنه من العمل والكلام والصدقه الا الطیب، و از عمل، از سخن و از صدقه قبول نمیکنه مگر پاک. فالطیب من کل شیء هو مختاره تعالی، میگه پاکی از هر چیز پاکش او مختار الله است. اگر صدقه پاک باشه قبول میکنه به بارگاهش. اگر عمل انسان از عیبها پاک باشه الله قبول میکنه. اگر نماز از بدعتها پاک باشه قبول میکنه. اگر عقیده از بدعتها پاک باشه او عقیده را قبول میکنه. اگر سخن انسان از کلام زشت پاک باشه الله او سخن چی میکنه؟ او را قبول میکنه، چرا الله پاک است. و الله متعال طیب است، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، میگه الله طیب و پاک است، به طرف از او سخنهای نیک بالا میشه. وقتی که اعمال انسان میره، انسان سخن گپ میزنه، دعوت میکنه، همین سخنهای نیک به طرف الله بالا میشه و سخنهای باطل رد میکنه. والعمل الصالح یرفعه، اعمال صالحه را الله بالا میبره برای قبولی. و الله طیب است به خاطر که یمیز بین الخبیث و الطیب، الله متعال طیب و پاک است، بین موحدین واقعی و بین منافقین تمیز و فرق میکنه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، میگه الله متعال مردم مؤمنین همین قسم نمیگذاره، همین قسمی که شما هستین، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتی یمیز تا که تمیز بکنه خبیث از طیب، از پاکیان انسان موحد واقعی. در چه وقت؟ در وقت فتنه ها و امتحانات اینجا معلوم میشه که کی موحد مؤمن واقعی هست که احکام الله را تمامش قبول داره، عبادتش قبول داره، تقوایش قبول داره، توحیدش قبول داره، رد کردن شرکش قبول داره، توحیدش احکامش قبول داره،
عقیده ولا و برایش قبول داره، جهادش قبول داره، شهادتش قبول داره، این انسانهای مؤمن واقعی هستند. و منافقین کدام مردم ها هستند؟ منافقین کسایی هستند که تمام روز تبلیغشان به ضد دین، به ضد جهاد، به ضد نظام اسلامی، به ضد خلافت اسلامی، به ضد قرآن، به ضد توحید، به ضد موحدین. در مقابل از اینا تبلیغاتشان صبح و شام می باشه و الله متعال معلوم میکنه خبیث از طیب، معلوم میکنه که این مردم ها خبیثی هستن تا ایره کل مردم ها، کل بشریت بشناسن. الله متعال ذات هست طیب است، از این خاطر الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، زنان پاک دامن نصیب مردهای پاک دامن میکنه و مردهای پاک دامن نصیب زنهای پاک دامن میکنه. از این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیبش ازواج مطهرات شد که ما و شما عقیده داریم نظر به این آیت قرآن که ازواج مطهرات زنهای بسیار پاک دامن بودن، زنهای بسیار پاک بودن و یا نصیب پاکترین مخلوقات الله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود نصیب از اینا شدن. بیبی خدیجه الکبری، بیبی میمونه، بیبی عایشه، بیبی حفصه، بیبی جویریره، بیبی زینبه، اینا کل از اینا ازواج مطهرات. بیبی ام سلمه، اینا رو کلشان که اگر ببینیم یا کلشان کی بودن؟ زنهای پاکی بودن که نظر به این آیت قرآن نصیب مردهای پاک شد. اگر کس در پاکی و صفای از اینا شک بکنه، در حقیقت در پاکی و صفای رسول الله صلی الله علیه و سلم شک میکنه و در پاکی و صفای رسول الله صلی الله علیه و سلم شک کردن سبب کفر میشه. از این خاطر وقتی که منافقا در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بعضی از اتهامات کردن، الله متعال با نازل کردن 14 آیت پاکی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها که مادر ما و شما، مادر صحابه، مادر تابعین، مادر تبع تابعین، مادر مسلمانان تا روز قیامت است، و پاکی از این نازل شد و بیان کرد که الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. این ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها یک زن پاک است که نصیب رسول الله صلی الله علیه و سلم شده است. الله سبحانه و تعالی طیب است، یعنی ذاتی هست که بنده های پاکش که از کفر، شرک، ارتداد و غیره خبائث پاک باشه، اینا را به طرف جنت راهنمایی میکنه. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها، میگه وقتی دروازه های جنت باز میشه و قال لهم خزنتها، و می جنتی ها امو کسایی که خزانه جنت هستن، خدمتگارای جنت هستن، یا باز میان و میگن برشان سلام علیکم، سلامتی بالای شما، طبتم، پاک شدین، فادخلوها خالدین، شما داخل شوین برای همیشه در این جنت الله. این حال انسان مسلمان با چی پاک میشه؟ انسان مؤمن با عقیده توحید صحیح کامل پاک میشه. با چی پاک میشه؟ با تقوا پاک میشه، با حفظ کردن از گناهات پاک میشه. و اگر اشتباه پیش ازی شد، انسان مؤمن با شرمندگی، ملامتی، مغفرت خواستن، توبه کردن با بارگاه الهی به شکل صادقانه، با این انسان پاک میشه. و بسیار وقت در دنیا یک انسان با مصیبت ها و سختی ها و مریضی ها و اینا هم انسان مؤمن پاک میشه در این دنیا. این سبب پاکی هست که انسان وقتی که پاک شد باز داخل جنت میشه. و اگر انسان در دنیا پاک نشد، باز در وقت عذاب جان کندن ای پاک میشه، عذاب سخت برزیمه، مؤمن باشه، موحد باشه تا که پاک شود. و با عذاب قبر بسیاری وقتا اگر انسان در دنیا، یا الله ما را در دنیا پاک بگردان، توبه میکنیم و رجوع میکنیم و مغفرت میخواهیم و اشتباه کردیم و غلطی کردیم
تو عفو هستی، کریم هستی. اللهم انت عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. الله متعال ما و شما را در دنیا پاک بگردانه از این گناه ها. اگر کسی باز در دنیا پاک نشد، باز ای در قبر عذاب میبینه، سخت عذاب ها را میبینه تا که پاک شود. و اگر گناه های از این اندازی بود که در قبر هم پاک نشد، باز در روز قیامت در این وقت سختی ها را میبینه. آفتاب به اندازه 1 میل به سر انسان نزدیک میباشه و هر کس در عرق خود به اندازه گناه خود غرق است. کسی گناهش تا بینیش یکی غرق است، یکی تا سینه خود غرق است، یکی تا در عرق خود. سبحان الله چقدر سخت است. و اینجا بعضی تا زانوی خود، بعضی ها تا به جلک خود این غرق می باشه. بناهن در اینجا در عذاب ها. و اگر در اینجا پاک نشد، در پل صراط اونجا وقتی که است مفته و میخیزه و میفته و میخیزه تا که پاک و هیچ ذره از گناه و خباثت در وجود از این نباشه. باز بعد از این میره به جنت و این در دروازه جنت باز اونجا چشمه هست. یعنی انسان گناهگاری که زیاد سوخته و افتاده در سر پل صراط و سوخته و در گرفته و سوخته و در گرفته، سیاه میای آخرین نفر است که میای همون طرف جنت. و اونجا وقتی که میای گناههایش کلش در گرفته. اعضای بدن انسان چی است؟ این توسط گناه در میره. الله ما و شما را حفظ بکنه. و بالاخره باز همین انسان وقتی که اونجا رسید، باز اونجا در آب ششته میشه. باز بعد از اون ملائکه برش میگه که سلام علیک، ما سلام است بالایت، طبتم، حال پاک شدین، سلام آنه. یک تعداد اول پاک هستن. خوشا به حال کسی که دمی اول پاک باشه که دمی دروازه جنت به 1 ثانیه برسه، از این پل صراط به 1 ثانیه تیر شوه. اما یک کسی دیگه هست که چند صد سال میمانه دمی سر پل صراط، مفته و میخیزه و مفته و میخیزه تا که این گناه های از کلش پاک شوه. باز بعد از اون پیش دروازه جنت میرسه، داخل جنت میشه. دیگه از نام های الله سبحانه و تعالی المقدم و المؤخر هست، یعنی تقدیم کننده و تأخیر کننده هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله دعا میکرد و میگفت که انت المقدم و انت المؤخر لا اله الا انت. یعنی الله سبحانه و تعالی اشیا را تقدیم و تأخیر میکنه و در جای مناسبش میگذاره. هو الذی یقدم الاشیاء و یضعها فی مواضعها. بعضی چیزها را تقدیم میکنه در جای مناسبش. فمن استحق تقدیم قدمه. کسی که مستحق تقدیم بود او را تقدیم میکنه. والمؤخر هو الذی یؤخر الاشیاء فیضعها فی مواضعها، که او را تأخیر میکنه و در جایش میگذاره. هر کسی را که بخواهد با حکمش تقدیر و تقدیم و تأخیر میکنه. ابوبکر بیهقی رحمه الله میگه هو المنزل للاشیاء منازلها یقدم ما شاء منها و یؤخر ما یشاء. یعنی هر چیزی را که بخواه تقدیم میکنه و هر چیز. علامه شیخ سعدی چی میگه؟ میگه فهو تعالی المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحکمته. هر کسی را خواسته باشه مقدم تقدیم میکنه و هر کسی را که بخواد تأخیر میکنه به حکمتش. و هر که از بندگانش را بخواهد تقدیم و هر کی را بخواهد تأخیر میکنه. و رفع بعضهم فوق بعض درجات. برای بعضی درجات دیگه از او را بلند میبره، از کسی را پایین میکنه. از او تقدیم در نعمتها و نجات در تأخیر آن طلب میگردد. یعنی یکی از علما میگه ینبغی للمسلم، میگه شایسته هست برای یک مسلمان وقتی که نام مقدم و المؤخر الله را یاد گرفت که چی کنه؟ ان یتوسل الی ربه سبحانه بهذین الاسمین. به این 2 اسم چی کنه؟ به الله توسل بکنه و بگه که یا ذاتی که تو المقدم و مؤخر هستی، چی کنین؟ برش دعا بکنه که مرا پیش بگو در بنده هایت مرا، امو کس هایی که در خیر و نیکی و هدایت هست در یا مرا پیش بساز و از تمام زشتی ها و بدی ها و از اینها مرا در حفظ و پناه داشته باش
و مرا در اینا در آخر قرار بده و مرا یا الله مرا از جمله از اینا قرار نده و مرا حفظ بکو از کسانی که در جنت و در رحمتش تأخیر میشن. یا الله برای من رحمتت نزدیک بساز و مرا به رحمتت در اوایل قرار بده، یعنی در جمله در جنت هم که اگر یا الله من نصیبم میشه، پس یا الله مرا در جمله اوایل از اینا قرار بده. و این است که انسان مسلمان از الله در دنیا به توحید، به هدایت، به تقوا، به صدق، به اعمال نیک پیشی را طلب میکنه که یا الله تو مرا پیش بساز در کل از هدایت نصیب بکو، تقوا را نصیب بکو، اخلاص نصیب بکو، صدق نصیب بکو و یا الله مرا در این چیزها تأخیر مکن و در آخرت هم یا الله مرا به رحمتت، به مهربانیت، به جنتت تقدیم بکو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.